یک دو سه تا فکت جالب درباره اوتیسم. سلام، من علی صادقی هستم و شما شنونده رادیو داستان و فیل هستید. اوتیسم یه تفاوت در سیستم های عصبی مغز. فکت اول اینه که مغز ما توی فرآیند رشد طبیعی یک سری اتصالات عصبی ضعیف رو حذف میکنه تا بتونه شبکه‌های کارآمدتری رو بسازه. به این عملیات میگن هرس سیناپسی. تحقیقاتی که اینجا منبعش رو میبینید نشون میدن که توی افراد اوتیستیک این هرس سیناپسی درست اتفاق نمیفته و معمولا کاهش پیدا میکنه. در واقع ذهن افراد اوتیستیک مخصوصا توی نواحی حسی فولی کانکتد میشه و این باعث میشه که خیلی افراد اوتیستیک حساس به همه احساسات باشن، حساس به لمس کردن، حساس به شنیدن بعضی صداها، دیدن بعضی چیزها. و به زبان خیلی ساده افراد اوتیستیک خیلی وصلن.